بچه‌ها نمیدونم اون لیست اول میاد یا این اول میاد، ولی انیمه هایی که بیشترین هارت همون میشه آرت هانتای رو دارن به ترتیب رینه عزیزمون give him a sub, give him or her a sub or a like or whatever all of them ساب و لایک و همه اینا بهش بدید. دمش گرم. ببینیم نگاه کنیم چه جوریه. توی صحبت هم که متدولوژی هم نوشته که از سایت هایی مثل مارک 34 استفاده کرده واسه این کار. بیایم ببینیم دقیقاً چی برای اون تدارک دیده. چرا من اینور سویچ نکردم که ببینید. حالا نمیدونم کدوم ویدیو رو اول موشکو تنسه. خب این مونوگاتاری وایسم اینقدر کم و بیشتر باشه. هانتر واقعا البته مونوگاتاری کمیتش اونقدر هست ولی کیفیتش یه چیز عجیب غریبیه. موشکو تنسه هم که آمین آف کورس هانتر نمیدونم دارلینگ هم فکر می‌کنم خیلی بیشتر باشه، فن آرتای داستان دار داشته باشه. دانماچی هم ببین یه چیزی من بهتون بگم، این دانماچی هم که زده مثلا 4000 خورده‌ای. ببین مثال من میذارم مثلا واسه مونوگاتاری افراد مختلف داره. واسه مونوگاتاری هیچی تو اون لیست نبود. بچه این لحظه وایسید این اون لیست قبلی جایش میلنگید. مثلا چرا به این دقت نکردم؟ هیچ مونوگاتاری توش نبود. مگه میشه همچین چیزی اصلا؟ بذار من البته باز میگم کیفیت بیشتر چیز داره. واسه لحظه واقعا قضیه برام چیز شد. اون میگم لیست قبلی این ویدیو رو ما بعدش بذارم. چی بود اسمش؟ کیو بگیم؟ الان آقا واقعا یعنی مثلا الان هانکاوا 1808 نزدیک بودن ولی نه اونقدر. بزنیم کیس شات مثلا. کیس شات بزنیم که نمیاره، کم آورد. نه اون آره مونوگاتاری تو ویدیو قبلی نرسیدن. دلیل نرسیدنشون این بوده که اونقدری که چیز بوده نبوده. اونقدری که انتظار میرفته نبوده. میدونی حرفم چیه؟ اوکی بیایم ادامه این ویدیو رو ببینیم. اوکی برای همین مونوگاتاری تو اون یکی هیچی نبود ازش ردیفه. داماچم داشتم اینو میگفتم. نه این 4400 تایی که میبینید 4500 تاش خود ایشونه. فیت زیرو خب 7 ددلی سینز یعنی چرا همچه اتفاقی افتاده؟ فیت این یکی فیت. اوکی فیتا رو دارن جدا میکنن. نگو فیتا اینقدر زیاده فیتا رو جدا کردن. اینم داشته باشید. خیلی اینا سال‌هاست که هستن و فریرنیو پریده این وسط. یوبل هم بنده خدا به تنهایی بار خیلی زیادی رو به دوش میکشه. اون در جریان باشید. گورن لاگان تو قبلی جدا هیچی نبود. گورن لاگان اصلا کلا یک زمانی اونم از اوجی های این داستان هست. چه جوری باید بیان بشه ولی آره ماستر موسوم هم آره جالبه. اینا تو انقدر زیاد سایبرپانک هم که آره اینا اومدن یهو ترکوندن. 5 قلوها 5 قلو 6000 پست داره. یه سریاشو فکر کنم بیشتر باشه. کاگویا ساما کدوم اول فکر کنم ناروتو اوله دیگه. گینتاما بچه‌ها گینتاما مقدار قابل توجهیشون عکس درستی گذاشته. بالاخره من موضوع بودم یه چیزی برسیم اینجا. یه مقدار خیلی قابل توجهیشون گینه و بقیه دوستان یعنی فن آرت یویی جدی دارم میگم. یه مقدار قابل توجهشون فن آرت یویی قابل توجه یعنی خیلی زیاد شد حتی. و این خیلی جالبه واسم و باحالم هستش. فکر کنم مثلا همین چیل ترین چیزام داشته باشه. گینتاما فن بیس داشته باشه. من واقعا چیلتر از فن بیس گینتاما ندیدم. یعنی اینطوریه که نشستن چیلشون چند خبرم میان بیرون خبر از گینتاما دوباره میرن میشن گینتاماش رو ببینن. کومیچان خب ببین اینم اینا داستان داره. یعنی کومی تکی داره مثلا کاری میکنه. خب مایدرس اف دارلینگ وایس دیدم کاراکترایی که بیشتر باشه بیشتر هم ریز میشه. این کاراکترشون بیشتر باشه 20 تاز بچه 20 تاز هم خودش 20 هم خود عکسی که از لگوشی گذاشتن خودش مشخصه چه خبره. وارد داستان‌های فری و اینها میشین و بعدش یهو میبینید رفتید دارید مای لیتل پونی نگاه میکنید. من به نظرم آره اینو نجایب باشید که اینطوریه. کدگیاس هم خیلی اونم خیلی یوای زیاد توش داره. کدگیاس هم که ماشاءالله یه سریاش بچه‌ها یه سری فن آرت نقش یه سری آرت آفیشیال داره که واضحا چیزا نمیدونم در جریان باشید اینا بدونید واقعا این آفیشیاله. یعنی اینطوری که مثلا سیتو اینطوریه که گربه ناز خواهم کرد و این واقعا چیزه و این آفیشیال فن آرت میشه. خب یا مثلا به دلایل نامعلوم اینطوری بوده که کی اسمش داداش گلمون لولوش اینطوری بوده که گراب میکنم ولش کن. خب های اسکول دی ایکس که عادیه. سورد آنلاین هم که طبیعتا فکر می‌کنم جلوتر باشه. مادوکا ماژیکا من نمیدونم این انیمه دپرسینگو چرا انقدر باید چیز بکنید. کی آن دوستان ببینید اینجا اونجایی که شما میفهمید که باید یک سری مسائل جرم انگاری بشن در اینترنت چون شما واقعا ولش کن وارد این بحث نشید. کی آن هم از اون قدیمیاست که ملت چیز کردن. بعد ریزیرو اسپای فامیلیه. باز دارم میگم اینا نقاشی حالا ما یه سری شوخی داریم میکنیم ولی تریگر هم نشید بگید نه یعنی چی هست که اینجا نقاشی. آقا نقاشی بود آروم 100% چرا یعنی فیت استای نایت هم که 90%ش میمای ماناری چارج دارن. ماناری چارج میکنن
جوجوتسو کایسن مقدار قابل توجهش یائویه باز گوجو و دوستان. کیل لا کیل یک سری از بهترین ها رو داره واقعا. وان پانچ من هم که حالا منم این چه آرتیش رو اینجا استفاده کردی ولی درسته حتما. اتک فکر می‌کردم بالاتر باشه. ناگاتورو شکست داره چیزا. دوستان سن واقعا بحثش. یه سری میگفتن رنگ پوست ناگاتورو بودش. واقعا یه سری متوجه نمیشن داستان آفتاب گرفتن. این سر این هیوج مگا دراما تو اینترنت بود حالا که اینجا توش بود افتادش. کونوسوباس طبیعتا. اونگلیون فکر می‌کنم خیلی بیشتر باشه. خیلی جالبه این. چینسامن نگاه مثلا کن اونگلیون الان از سال 1990 خورده‌ای داره میاد. چینسامن چیزی وقت نیستش و انقدی ها جلوه. ببین اینو داشته باشید. دیمن استیر فیری تیل تنجایی که داره توی محبوبیت شکست بده به خاطر بادی تایپی که میکشنه. دوباره نیر اینجاست. حالا نیاز انیمش دانگانونپا رو نمیدونم چرا انقدر زیاده. یعنی این واسه من سوال بوده. جوجو و جوجو دوستان اینجا این خیلی جالبه واسه من. چرا بوروتو جوجو میگه قسمت جالبش چیه؟ مقدار قابل توجهش هم با زبرات یائویی. خب یعنی قشنگ یعنی میدل فینگر به تمام دوستانی که مثلا یائویی میبینن میترسن یا بررسی هرچی میبینن قشنگ اینجا وارد شد. بعد یه جوجو از بچه‌ها میگن نه جوجو گی نیست. جوجو گی باشه کنار بیا اوکی پیش میاد دیگه. چرا دلولو میشی؟ چرا داری زور میزنی؟ بوروتو خیلی عجیب بود. بلیچ خیلی به جا بودش. بلیچ چون به خاطر اینکه آقای تایتکو بود کاراکترهای خلق کرده که واقعا همین شکلی باشن. وان پیس اینجاست چی اوله ناروتو 59000 تا. میگم تو میبینی نامه احتمالاً با نیکورو میندارن کاری میکنه. فیت گرند اوردر جالبه واسم. دراگون بال مای هیرو آکادمیا میرکور هم گذاشته. ناروتو اول نیست 118000 تا. فاصله مای هیرو تو یا اسفر فرهادی. پوکمون چقدر آخر لیست عجیب شد. یعنی هر چی جاش جلو میرفت اوکی بود بعد یهو به آخراش که رسید یکم تو اینطوری که خب چرا. و خب دوستان کامنت جذابی راست میذارید شما بخرید لحظه صبر کنید. کامنت بسیار زیبایی. ببینید اینجا این چیه؟ مسابقه جدید مرزافرز حمله مردم به کراش آیتش اسلامی میگه فیت باید دوم باشه نه که جدا بذاری. جالبه اینم جالبه متفاوت. did not expect Gintoki all of things to be after بقیه چی دارم میگم me too honestly. آفرین دقیقاً 90% گینتوکی ایجیکاتا فنان. آره فنارتا گینتوکی کاگویا فن کاگویا باش. هی اشکال پیش میاد دیگه نقاشی ولش کن. also how is Jojo that way. خب این بعد جالب باشه. یائویی فوجوشی ببین خیلی فوجوشی فن داره جوجو و این خیلی خوبه. میدونی جدی دارم میگم این خیلی خوبه. این واقعا عالیه. واقعا عالیه. این چیه orders on the Iranian internet. خب اینو بعداً ببین. این فلگر بس پشمام. خب پوکمون از آره دیگه خیلی بخوایم فکر بکنیم و زنگ بزنیم کریس هانسن. باز دارم میگم نقاشی داریم شروع می‌کنیم. نه باز زنگ بزنیم کریس هانسن نقاشی بابا. ولی باز ویرده یعنی وقتی اینقدر شدیده. Speedboat should the best waifu this confirms it. Beastars و مادوکا ماژیکا. This one had to look for the results for one hand only. I thought it was going to be older series. پوکمون فن. آره بچه پوکمون داستان هم داره. پوکمون خیلی هم داستان داره. شاید باورتون نشه که چقدر ولش کن بیخیال واقعا حوصله‌اش هم ندارم. شبتون بخیر.